یوشه بلند شد. چی شده؟ نشانه ظاهر گشت. ماهی زنده شد و به درون آب پرید. آری هیچ اثری از ماهی نیست. حال چه کنیم؟ اکنون باید این اطراف را برای یافتن مرد دانشمند جستجو کنیم. آنجا زیر درخت خوابیده است. آیا خود اوست؟ نمیدانم. شاید خودش باشد. باید نزد او برویم. سلام بر شما ای بنده خدا. آیا شما در این حوالی زندگی می‌کنید؟ تو کیستی که در این سرزمین خالی از صلح و سلام نام خداوند بر لبانت جاری است؟ من موسی هستم. موسی پیامبر بنی اسرائیل؟ بله، پیامبر بنی اسرائیل. ولی شما از کجا می‌دانید؟ آن کس که تو را نزد من فرستاده مرا آگاه کرد. موسی دریافت که این پیرمرد همان گم شده و مراد اوست. او خضر نبی بود. موسی که راه طولانی و سختی را برای یافتن مراد خود طی کرده بود، از خضر خواست تا او را مدتی با خود هم نشین سازد تا بتواند از نور علم و چراغ معرفتش بهره گیرد. تو نمیتوانی با من بمانی. چگونه صبر خواهی کرد بر چیزهایی که از آن آگاهی نداری؟ به خواست خداوند مرا صابر خواهی دید و در هیچ امری نافرمانی تو را نخواهم کرد. پس اگر بخواهی پیروی من را کنی باید پیمان ببندی که از من علت هیچ امری را سوال نکنی تا در نهایت خودم برای تو حکمتش را بگویم و اگر پیمانت را شکستی از من جدا میشوی. بسیار خوب. قول میدهم که در کار شما صبر کنم و سؤالی نپرسم. پس باید راه بیفتیم. به کجا؟